میمیریدم به شدت میسوخت و فقط آه و ناله دیگه تو راه، اصلا یه چیز خیلی وحشتناکی بود. سلام، چطورید؟ من تقریبا بعد 2-3 هفته اومدم که توضیح بدم براتون که دقیقا چه اتفاقی افتاد برام. من اگه یادتون باشه تو ویدیوی آخر گفتم که یه جای اومدم مشغول به کار شدم، اومدم آزمایشی ببینم که با کار اوکی هستم یا نه و همچنین اونا ببینن که با کار من اوکی هستم یا نه، یعنی مناسبشون هستم یا نه. من روز اول که رفتم تقریبا میتونم بگم که اوکی بودم و همچنین اونا هم با کار من اوکی بودن، تا اینکه روز دومم رفتم، روز سومم رفتم. روز که نه، ساعت کاریم شب بود، در واقع غروب بود تا آخر شب، ولی شب آخر تقریبا کارمون تموم شده بود که داشتیم جمع جور میکردیم و یه سری کار تمیزکاری و اینا دیگه. حالا از شانسم اینجوری شد که آب جوش ریخت رو پای من. در واقع اونجا فقط پاستای دستساز درست میکنن و یعنی از مرحله اول خمیر گرفتن و حالا همه این مراحل، چونه گرفتن و رشته های خود پاستا رو در آوردن تا پختنش و حالا همه اینا کلا تو اون مجموعه اینجوری بود، از 0 تا 100 یه پاستا رو با خمیر و آرد و اینا آماده میکردن و خب ما نداشتیم اصلا همچین چیزی توی رشت نداشتیم و جزو اولیناست و خب خیلی برام جالب بود این که مثلا بخوام اونجا برم تجربه کار کردن داشته باشم. کلا تو اون 3 روزی هم که رفتم خیلی برام جذاب بود، کلا کار رو دوست داشتم. میدونی کار آشپزی هر چقدر که برام سخت باشه، یعنی کارهای مرتبط به آشپزی و خود آشپزی همچنین، هر چقدر که سخت باشه اون سختیه برام لذت بخشه، چون اون کار رو دوست دارم، یعنی از علایقمه. ولی چی شد که اینجوری شد؟ آخر شب بود، داشتیم تمیز میکردیم که دیگه کم کم جمع کنیم و بریم خونه همون. اون آبی که توش خمیرا پخته میشه اون باید میموند حالا یه گوشه یه کناری خنک میشد و حالا بعدش خالی میکردیم توی یه سطلی چیزی اینا. شب قبلش من دقیقا این صحنه رو دیدم که این اتفاق داره میفته، که خب ایمنیو متاسفانه رعایت نمی‌کردن. چیزی که داستانی که بود این بود و در واقع سهلنگاری خودمون بود. دیدم که بچه‌ها دارن آب جوش رو، یعنی آب خنک شده بود تقریبا شب دوم، داشتن میریختن توی پلاستیک زباله که حالا بریزن تو سطل زباله، حالا نمیدونم حالا کجا بندازنش. چرا این کارو میکنن؟ چون میدونی خب اون خمیر وقتی داره توی آب میپزه یه لعابی داره، اون یه حالت لزج طوری پیدا میکنه که خب حالا برداشت خودمه، فکر میکنم به خاطر همین موضوع توی سینک مثلا آبشو خالی نمیکردن یا حالا توی رو آب خالی نمیکردن، توی جوی آب، و حالا میریختنش توی پلاستیک و اینا. و این بر من خیلی عجیب بود که دارن این کارو میکنن. ولی شب سومم مجددا داشت این اتفاق میافتاد و من جزو کسایی بودم که ناخودآگاه داشتیم این کارو میکردیم. اصلا انقدر سریع این اتفاق افتاده بود تا من بیام بگم که مثلا من فکر میکنم که اینجا مثلا این کار اشتباهه فلان، حالا همه اینا، و تو ذهنم خودم دارم هی بررسی میکنم که شاید یه نکته‌ای که من نمیدونم، شاید یه چیزی که من، به هر حال من تو فضاهای این مدلی کار نکردم، ولی و خب همه اون افرادی که اونجا بودن سابقه کاری داشتن، کار کرده بودن و خب من پیش خودم فکر میکردم که شاید یه چیزیه که من نمیدونم. و توی 2 تا 4 تا این که
بگم، بیان کنم، مثلا بگم که بچه‌ها به نظرم این کار اشتباهه، مثلا همه اینا تو اون عمل انجام شده قرار گرفتم و اصلا فرصت این نشد که من بخوام بیان کنم. و اینجوری بود که پلاستیک، من کسی بودم که یعنی که بچه‌ها بهم گفتش که بیا این پلاستیک رو نگه دار که من آبو خالی کنم توش، که من پلاستیک رو نگه داشته بودم، رو زمین خم شده بودیم. بعد این دوستمون اومد آبو داشت میریخت تو پلاستیک، بعد یک لایه پلاستیک، بعد این آب خب هنوز خنک نشده بود، این آب هنوز داغ بود، در واقع میتونم بگم آب جوش بود. آب رو میاد میریزه تو پلاستیک و من هی دارم این صحنه رو میبینم که پلاستیک داره آب میشه، یعنی این داشتم این شل شدن پلاستیک رو میدیدم و داشتم به بچه‌ها میگفتم که بچه‌ها این داره آب میشه. یکی دیگه بچه‌ها اومد که پلاستیک دوم رو بگیره زیرش، که بازم فکر نمی‌کنم حتی اگه اون کارم می‌کردیم این جلوی این اتفاق رو می‌گرفت، چون شدت اون جوش بودن آب انقدر زیاد بود که اصلا کار از این کارا گذشته بود. هیچی دیگه، خلاصه که پلاستیک دادم به اون دوستمون که داشت آب خالی می‌کرد، این اومد پلاستیک رو گرفت بالا، این یکی هم اومد یعنی داشت میگرفت بالا که اون یکی بیاد پلاستیک رو بگیره زیرش اینو بذارن توی اون. خلاصه براتون بگم که این که میاد پلاستیک رو میگیره بالا، این آب اون شل میشه، پلاستیک رو میترکه رو زمین، کل اون رستوران آب میگیره، آب جوش. و پای من از اونجایی که نزدیک به اون اتفاق بود، نزدیکترین پا به اون اتفاق بود، بخشی از اون حجم آب میریزه رو پای من و تنها شانسی که آوردم این بود که پله نزدیک هم بود، این یکی پامون پای سمت راستمو میذارم روی پله و میگم آب، چون آب جوش خالی نبود، آب لزج، آب لعابدار بود، سر بود. یعنی من اون لحظه اصلا یه اتفاق خیلی وحشتناکی بود، وقتی یادم میاد اصلا خیلی بد بود. اینجوری بود که من از پله ها هم داشتم میرفتم بالا، هی سر میخوردم چون لیز بود دیگه اون آبه. خلاصه که من با دست و صورت و همه چی خودم رسونده بودم طبقه بالا و اصلا اونجا اصلا من نمیفهمیدم شدت اتفاقی که افتاده بود و اصلا حجمش رو متوجه نمیشدم، اصلا فکرش رو نمیکردم که الان مثلا نیازم برم بیمارستان سوختگی. رو پام آب سرد گرفتم و فقط اون لحظه مثلا میدیدم که پوستم شل شده، پوستم مثلا انقدری شل شده بود که میتونستم با دست اون پوستم رو مثلا جابجاش کنم، میدونی؟ آره. و اینکه سریعا منو بردم بیمارستان سوختگی و اینا و تو راه به شدت درد داشت و به شدت میسوزید، میمیریدم. به شدت میسوخت و فقط آه و ناله دیگه تو راه، اصلا یه چیز خیلی وحشتناکی بود. و اینکه رسیدم اونجا هم اورژانس بود، خب چون ساعت 1 شب بود اورژانس رفتیم، پزشک متخصص خب نبود و اینکه هیچی دیگه، پماد زدن و برام بستنش و دیگه فرداشم گفتن که فردا بیا متخصص ببینه و خلاصه همه اینا دیگه. فرداشم رفتم متخصص نبود و دیگه همه اینا. خلاصه 3 هفته گذشت از این اتفاق و الان تقریبا میتونم بگم شاید مثلا 10% هنوز مونده، یعنی هنوز پماد میزنم و دارو میزنم و قرص میخورم. یه جورایی 1 ماهه که از کلن همه چیز منو انداخته، هیچ کاری نتونستم بکنم. خیلی از کلاسام، باشگاهم، همه چی اصلا به هم ریخت دیگه. و اینکه همین گفتم بیام بهتون بگم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و اینکه از هفته بعد دوباره بلاگام ادامه میدم. ممنون میشم حمایتم کنید، لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و اینکه ماچ به کلتون.